نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دقایقی قبل به دست ما رسیده که تقدیم حضور شما می‌کنیم. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین پیام عمومی مطالب و نکات مهمی خطاب به ملت بزرگ ایران، رزمندگان شجاع ایران و جبهه مقاومت، آسیب دیدگان حملات اخیر، سران و رده‌های مؤثر در بعضی کشورهای منطقه بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی تکیه زدن بر محل جلوس دو پیشوای عظیم الشأن انقلاب، خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را کاری سخت و نیازمند استعانت از حضرت حق و یاری مردم خواندند و با تأکید بر نقش تحسین برانگیز مردم در تضمین اقتدار و رهبری کشور و حضور امارگونه ملت در صحنه و ضرورت حفظ وحدت بین آحاد مردم افزودند. باید حضور مؤثر در صحنه از جمله حضور دشمن شکن در مراسم روز قدس مورد توجه همگان باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر صمیمانه از رزمندگان شجاع کشورمان که با ضربات کوبنده خود راه تجاوز و تسلط دشمن و احیانا تجزیه ایران عزیز را مسدود کردند و همچنین تشکر از رزمندگان جبهه مقاومت خواست، توده‌های مردم را تداوم دفاع مؤثر و پشیمان کننده دانستند و تأکید کردند قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود و در مورد گشودن دیگر جبهه‌های آسیب پذیر دشمن فعال سازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. ایشان همچنین خطاب به کسانی که با داغ شهادت عزیزان خود و یا مجروحیت و آسیب به خانه یا محل کار خود مواجه شدند، ضمن اعلام همدردی عمیق با آنان و تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های وارده تأکید کردند. ما از انتقام خون شهیدان شما به خصوص جنایت در حق کودکان همچون جنایت عامدانه در مدرسه میناب صرف نظر نخواهیم کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از این پیام خطاب به سران و رده‌های مؤثر در بعضی کشورهای منطقه سیاست همیشگی جمهوری اسلامی را روابط گرم و سازنده با 15 کشور همسایه برشمردند و با اشاره به اقدام دشمن در ایجاد پایگاه‌های نظامی و مالی در بعضی از این کشورها برای سلطه بر منطقه و استفاده از آنها در هجوم اخیر به کشورمان با توصیه به تعطیلی هر چه زودتر این پایگاه‌ها تأکید کردند. همانطور که هشدار صریح داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم، همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگان می باشیم و صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده و از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد. متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حقه. السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته. السلام علیک ایها المقدم المأمول. السلام علیک بجوامع السلام. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. در آغاز کلام باید به سرورم عجل الله تعالی فرجه به مناسبت شهادت جانسوز رهبر عظیم الشأن انقلاب خامنه‌ای عزیز حکیم تسلیت عرض کنم و از آن حضرت دعای خیر برای یکایک ملت بزرگ ایران و بلکه
همه مسلمین جهان و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب و ایثارگران و بازماندگان شهداء نهضت اسلامی و به خصوص جنگ اخیر و برای خود حقیرم را تقاضا نمایم. قسمت دوم کلام من با ملت بزرگ ایران است. ابتداءً باید وضع و موقف خود در باب رأی مجلس محترم خبرگان را مختصراً بیان نمایم. این خادم شما سید مجتبی حسینی خامنه‌ای همزمان با شما و از طریق سیمای جمهوری اسلامی از نتیجه رأی مجلس محترم خبرگان مطلع شدم. برای بنده تکیه زدن بر جایی که محل جلوس دو پیشوای عظیم الشأن خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید بوده کاری سخت است، زیرا این کرسی سابقه جلوس کسی را داراست که بعد از بیش از 60 سال مجاهدت در راه خدا و گذشتن از انواع لذائذ و راحتی‌ها به گوهری تابناک و چهره‌ای ممتاز نه فقط در عصر حاضر بلکه در طول تاریخ حکمرانان این کشور بدل شده است. هم حیات و هم نوع مرگ او عجین با شکوه و عزتی ناشی از تکیه به حق بود. من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد از شهادت زیارت کنم. آنچه دیدم کوهی از صلابت بود و شنیدم که مشت دست سالمش را گره کرده بود. در مورد وجوه مختلف شخصیت ایشان اهل اطلاع باید مدتها چیزها بگویند. در این مجال اکتفاء به همین مجمل نموده تفاصیل را واگذار به موقعیت‌های مناسب دیگری می‌کنم. این است علت سختی تکیه بر کرسی رهبری بعد از چنین کسی. تتمیم این فاصله تنها با استعانت از حضرت حق و یاری شما مردم ممکن است. در ادامه لازم است نکته ای را که ربط مستقیمی به اصل کلام بنده دارد مورد تأکید قرار دهم. آن نکته این است که از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر ایشان وارد کردن مردم در همه عرصه ها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان اینطور معنای حقیقی جمهور و جمهوریت را فعلیت بخشیدند و از عمق جان هم به آن معتقد بودند. اثر واضح این مطلب در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کل قوا بود دیده شد. بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران در واقعه اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. آیه‌ای که در صدر این نوشتار آوردم به این معنی است که هیچ آیتی از آیات الهی نیست که یا مهلتش تمام شود یا به فراموشی سپرده شود مگر این که از ناحیه حضرت حق جل و علا مثل یا برتر از آن به جایش داده شود. مناسبت استفاده از این آیه شریفه این نیست که این بنده در حد رهبر شهید باشم، چه رسد به این که بخواهم برتر از ایشان فرض شوم، بلکه جهت ذکر آیه مبارکه توجه دادن به نقش بجا و پررنگ شما ملت عزیز است. اگر آن نعمت عظما از ما سلب شد، به جایش بار دیگر حضور امارگونه ملت ایران به این نظام اعطا گشت. این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهند داشت. برای اینکه این معنا بهتر صورت تحقق پیدا کند، اولاً باید به یاد خداوند تبارک و تعالی و توکل بر حضرتشان و توسل به انوار طیبه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین
چون اکسیر اعظم و کبریت احمری نگریسته شود که تضمین کننده انواع گشایش ها و ظفر قطعی بر دشمن است. این مزیت عظیمی است که شما واجد آن و دشمنانتان فاقد آن هستند. ثانیاً باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا می کند خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد. ثالثاً باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود، چه به صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان دادید و چه به صورت انواع نقش‌آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی. مهم این است که نقش صحیح بدون خدشه به وحدت اجتماعی به خوبی درک و تا حد ممکن به اجرا گذاشته شود. یکی از وظایف رهبری و بعضی مسئولان دیگر گوش زد کردن بعضی از این نقش‌ها به آحاد یا اقشار جامعه است. از این رو اهمیت حضور در مراسم روز قدس 1447 را یادآور می‌شوم که باید عنصر دشمن شکنی در آن مورد توجه همگان باشد. رابعاً از کمک و یاری به یکدیگر فروگذار نکنید. به حمدالله خصلت همیشگی بیشتر ایرانیان جز این نبوده و انتظار می رود که در این روزهای خاص که طبعاً بر بعضی از آحاد ملت سخت‌تر از بقیه می گذرد، این مطلب جلوه بیشتری داشته باشد. در همین مجال از دستگاه‌های خدماتی می خواهم که در این جهت از هر گونه یاری و اعانت به آن آحاد عزیز ملت و به ساختارهای مردمی امدادی دریغ ننمایند. اگر این جهات مراعات شود، راه وصول شما ملت عزیز به روزهای عظمت و شکوه هموار خواهد بود. نزدیکترین مصداق آن می تواند باذن الله ظفر بر دشمن در جنگ فعلی باشد. قسمت سوم کلام بنده تشکر صمیمانه از رزمندگان شجاعمان است که در شرایطی که ملت و وطن عزیزمان به طور مظلومانه‌ای مورد تهاجم رؤوس جبهه استکبار قرار گرفته، با ضربات کوبنده خود راه دشمن را سد کردند و آنان را از توهم امکان تسلط بر میهن عزیز و احیانا تجزیه آن خارج نمودند. برادران عزیز رزمنده، خواست توده های مردم ادامه دفاع مؤثر و پشیمان کننده است. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز باید استفاده شود. در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به شدت در آن آسیب پذیر خواهد بود، مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنابر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت. همچنین از رزمندگان جبهه مقاومت تشکر صمیمانه دارم. ما کشورهای جبهه مقاومت را بهترین دوستان خود می‌دانیم و امر مقاومت و جبهه مقاومت جزئی جدایی ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. بی تردید همراهی اجزاء این جبهه با یکدیگر مسیر تخلص از فتنه صهیونی را کوتاه‌تر می‌نماید، همچنان که دیدیم یمن شجاع و مؤمن دست از دفاع مردم مظلوم غزه بر نداشت و حزب الله فداکار علی رغم همه موانع به یاری جمهوری اسلامی آمده است و مقاومت عراق هم دلیرانه همین خط را در پیش گرفته است. در قسمت چهارم روی سخن بنده با کسانی است که در این چند روز به نوعی آسیب دیدند، چه آنان که داغ شهادت عزیز یا عزیزانی را تجربه کرده باشند، چه کسانی که دچار مجروحیت شده باشند و چه افرادی که به خانه و کاشانه یا محل کسب و کارشان صدمه وارد شده باشد. در این قسمت
اولاً همدردی عمیق خود را با بازماندگان شهداء والا مقام اعلام می‌دارم. این بر اساس تجربه مشترکی است که من با این بزرگواران دارم. به غیر از پدرم که داغ فقدان حضرتش امری عمومی شده، همسر عزیز و با وفایم را که امیدها به ایشان داشتم و خواهر فداکارم که خود را وقف خدمت به والدینش کرده بود و عاقبت مزد خود را گرفت و همچنین طفل خردسالش را و همسر خواهر دیگرم که انسانی عالم و شریف بود را به کاروان شهدا سپرده ام. اما آنچه صبر بر مصائب را ممکن و حتی آسان می سازد، توجه به وعده حتمی و قطعی الهی بر اجری پرارج برای صابران است. لذا باید صبر کرد و به لطف و دستگیری حضرت حق جل و علا امید و اعتماد داشت. ثانیاً این اطمینان را به همگان می دهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب نیست، بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است. البته مقدار محدودی از این انتقام تا به حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حد کامل آن حاصل نشود همچنان این پرونده در روی بقیه پرونده ها خواهد بود و به خصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه شجره طیبه میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده شأن خاصی در این رسیدگی دارد. ثالثاً حتماً جانبازان این حملات باید خدمات درمانی مناسبی را به طور رایگان دریافت نموده و از بعضی مزایای دیگر بهره‌مند گردند. رابعاً تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد باید برای جبران خسارت‌های مالی وارد آمده به امکنه و اموال شخصی اقدامات کافی تعریف شده و مورد اجرا واقع شود. دو مورد اخیر به منزله تکلیفی لازم الاجرا برای مسئولین محترم است که باید آن را اجرا کرده و گزارش آن را به بنده بدهند. نکته‌ای که باید گوشزد نمایم این است که به هر صورت ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد. قسمت پنجم کلام خطاب به سران و رده‌های مؤثر در بعضی از کشورهای منطقه است. ما با 15 کشور همسایگی خاکی یا آبی داریم و همیشه مایل به ارتباط گرم و سازنده با همه آنها بوده ایم و هستیم. لکن دشمن از سالها قبل به تدریج پایگاه‌های اعم از نظامی و مالی را در بعضی از این کشورها احداث کرده تا تسلط خود بر منطقه را تأمین نماید. در هجوم اخیر بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون این که تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار دادیم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. این کشورها باید تکلیف خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد مردم ما معلوم کنند. من توصیه می کنم هر چه زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند، چون لابد تا به حال فهمیدند که ادعای برقراری امنیت و صلح از سوی آمریکا دروغی بیش نبوده است. این امر باعث می شود تا با ملت‌های خودشان که عموماً از همراهی با جبهه کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند
پیوند بیشتری پیدا کرده و بر ثروت و قدرتشان افزوده شود. باز تکرار می کنم، نظام جمهوری اسلامی بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه راه بیندازد، برای اتحاد و رابطه متقابل گرم و صمیمانه با همه همسایگان آمادگی کامل دارد. در قسمت ششم کلام روی سخنم با رهبر شهیدمان است. رهبرا، با رفتن خود داغ سنگینی بر قلوب همگان وارد کردید. شما همیشه مشتاق این عاقبت بودید تا بالاخره حضرت حق آن را در حال تلاوت قرآن کریم در صبحگاه روز 10 رمضان المبارک به شما اعطا فرمودند. مظلومیت‌های زیادی را مقتدرانه و با حلم تحمل کردید و خم به ابرو نیاوردید. بسیاری قدر واقعی شما را نشناختند و شاید مدتها بگذرد تا انواع حجابها و موانع کنار رود و زوایای از آن معلوم شود. امیدواریم از قبل مقام قربی که در جوار انوار طیبه و صدیقین و شهدا و اولیا برایتان فراهم گشته، باز هم به فکر پیشرفت این ملت و همه ملت‌های جبهه مقاومت بوده باشید و برای آن وساطت نمایید، همچنان که در حیات دنیوی خود چنین بودید. ما با شما عهد می‌بندیم که برای اطلاع این پرچم که پرچم اصلی جبهه حق است و برای وصول به مقاصد مقدس جنابتان با تمام وجود تلاش کنیم. در قسمت هفتم از همه بزرگوارانی که بنده را مورد حمایت خود قرار داده‌اند، از جمله مراجع عظام تقلید و شخصیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و از آحاد مردم که در تجمعات پرشکوهی برای ابراز بیعت مجدد با نظام حاضر شدند و همچنین از مسئولین قوای ثلاثه و شورای موقت رهبری به خاطر حسن تدابیر و اقدامات تشکر می نمایم. امیدوارم الطاف خاصه الهیه در این ساعات و ایام پرفیض شامل همه ملت و بلکه همه مسلمین و مستضعفین عالم شود. و در نهایت از سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقاضا می کنم در این باقی مانده از مدت لیالی و ایام قدر و ماه مبارک رمضان از درگاه حضرت حق جل و علا برای ملت ما غلبه قاطع بر دشمن و همچنین عزت و وسعت و عافیت و برای رفتگانشان مقامات و عافیت اخروی را طلب نمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تحیاته. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای 21 اسفند 1404 مطابق با 22 رمضان المبارک 1447.